حالا دیگه پاچخاش رو فرسته مهمون نهار بده. مگه سالار خان بعد نهار بده ورم همچی بزنم پوزش که از این قلقها در نکن. آخه اتفاقی نیفتاده که یک نهار من رو دعوت کردم، من میام خدمتتون دوباره. و گویم بوا وخوای من بریم بابیل بزنیم دندوناش بریزه تو حلقه. بوا مگه باد مرده بود خودم برم همچی بزنم که دیگه این حرفا در نکنه. شما وقتی خشن بشیدم خیلی جذاب بشیدم. راست بگویی جذاب تر بشید. شیر فرهاد آماده جنگ بید. باشیم بابا الان اونجا جنگ نیستی حرفا بشیم چه غلطی واد بکنی. به قربانت بگویم چقدر لباس جنگ پسرم بیاد. بگویم وقتی دوماد شدیم همین لباس رو بفرست. الان چیپم خشن شده. باشیم بابا باشیم. ولی مامان خیلی خوب موندن ها. من فاصله نفهمیدی سردار خان برای چی اینو دعوت نکرده؟ نبا تو میدان یه چرخی زدم ولی کسی چیزی نبدوند. من بگویم حتما یه نیم کاسه روی کاسه بید وگرنه براره بی خود مهمان دعوت نکنم. من بگویم اینه حبسش بکنیم که نه. من حبسم کن. آخه واسه چی؟ اتفاقی نیفتاده. خانه بالا بررتون بنده نهار دعوت کرده، منم میرم نهار میخورم برمیگردم خدمتتون. ببند حلقته. خوب گوش بگیر ببین چی بگویم. خانه بالا بی خود به کسی نهار نمیده که بتپانه تو شکمش. او به تو نظر داره. به من؟ اونا؟ ای چقدر مشهد میدین آقا کیانوش، هیچی نمیفهمی. اینا یکی رو بفرستادن پیش و گوهم شیر فرهاد بریم با چوب قلب بزنیمش که بر بپکن. چرا حرف مفت در نکنی ها؟ الان موقع جنگیه که مجبوریم وزاریم وره. بله چه اشکالی داره، میرم نهار میخورم برمیگردم. خوب گوش بگیر ببین چی بگویم. این بچه آدم میری نهارت هم میخوری میای. نخود گیرت نکنن ها. اگه یه ذره شل باشی وا دادی. ها شل نفس نباش. این بالا برره یا عجیب آدم هاین. وی فرستادن دنبالش. من خودم بریم تحویلش بدم. بابا ها از خودت خشونت در نکنی ها. نه پا بشو. اوی بله پا بشو. چرا مثل ماز بر مالیدی رو فرش؟ پا بشو. من؟ باشه خب چرا دعوا میکنی؟ این قیافه شبیه آدمای گول و خوره. خان منو فرستادن که این غریبه تهرونی رو بردارم و برم بالا. خانتان به سیبیلش خنده در بکرده. چی گفتی؟ همون که بشنیدی. احترام خودتون نگه دارید وگرنه؟ ها وگرنه چه؟ حالا من میگم اشکالی نداره بریم تا نهار از دهن نیفتاده. شما هم شانس آوردین که خان منتظر بید وگرنه؟ وگرنه چه بگو. جان نثار جان شما خواهش میکنم بفرمایید صبر بشید. صبر چی بشم؟ خان خر شخصیشون رو لطف کردن و فرستادن برای شما. من نمیتونم سوار خر بشم. آخه من از سوارکاری خاطره بسیار بسیار بدی دارم. خب چه بکنیم؟ فکر میکنم که فاصله کمی باشه میتونیم پیاده بریم. درسته؟ اینم باشید. خب بفرمایید. خواهش میکنم. این دفعه شانس نیاورده جان نثار. دفعه دیگه حالیت بکنم. صبر کن ببینم. چرا دستت خالی بید؟ چطور مگه؟ اینطور که دست خالی نمیشه ورم پیش خان. هر کس برای اولین بار که ورد پیش خان باید حتما برای او پیچشی بخرید. پیچشی چیه؟ پیشچش یعنی توفه. خب حالا بعد چی کار کنم الان؟ ببینم پول همراه داره؟ بله دارم پول دارم. خیلی خوب پس بریم یه چیزی بخریم. چی بخریم آخه؟ بریم تا بهت وگویم. بریم بیا. خوش آمدید جان نثار. کجا بیدی؟ چند وقتی پیدات نبید؟ کار زیاد بید. وقتی اضافه نداشته بیدم. از صبح تا غروب باید پادشاهی خان بزرگ رو بکنم برای اینکه هر دفعه خودت که میشناسی خان را هر دفعه یه جای پادشاهش و خارد. ببین این یه چیزی برای پیشکش برای سردار خان باید بخرید. چی داره بهش بدی؟ میشناسمش. تو رفیق تهرانی شیرفرهادی؟ بله کیانوش اسم من. بله خاک وجود. کیانوش که اسم دختری. حالا چی بخواد؟
یه چیزی بعدشه برازنده خان بشد. اتفاقا یه ردای فرنگی تازه برام رسیده تک بی مال بوتیکای فرانسوی. فرانسه؟ بله. شنیدم خان بالا پاریس هم از تو شمشیرات اینو برام. پاریس؟ همین خوب بده، از همین بده. همین خوب بده. قیمتش چنده ببخشید؟ 52 تومن. 52 تومن؟ 52 تومن چی شنیدم. فکر کردی؟ اینو تو بوتیکای فسا بفروشن 100 تومن کمتر نمیدن. آخه من این کت شلوار 20 تومن خریدم. حالا به خاطر جان نثار بعد 50 تومن. آخر دیگه حرف اضافه در نوکن. بخر بریم. بفرمایید. صبر کن ببینم. این وهم بیاد. این اکتورای فرنگی شده بیدی. خیلی خوب. پول همراه بید. بله. لطفاً این را حساب بکن، بعداً پست بدیم. بفرمایید. بفرمایید. اینجا خانه من بود. به به چه خانه قشنگی، چقدر قشنگ. ای وای، میخواستم زودتر بگویم ولی دیر بشه. خب این چیه؟ یه نفر میفته این تو باش میشکنه. چال اسکندرون بید. چاله اسکندرون؟ خب بدین پرش کنن، خطرناکه. چرا پرت و پلا بگویی؟ چال اسکندرونی که جاذبه‌های توریستی برره بید. مردم از اون سر دنیا وکوبن ویان که این چال رو ببینن. آها، از اون سر دنیا میکوبن بیان این چاله رو ببینن. چرا؟ بله، این چال که میگه همچین چال بی ارزش نیست، ارزش تاریخی داره. جداً؟ بله، داستان از این گرال بید که هنگامی که اسکندر مقدونی کشورگشایی وکرد وارد ایران وشد. آمد مستقیم وارد برره شد. عجب هوایی دارد اینجا. ریه های ما می سازد. کلادیوس گیوس. سردار، نام این منطقه چیست؟ اینجا ایران است سردار. این را که می دانم. منظورم این که در کجای ایران هستی؟ این خطه از ایران را برره میگویند سردار. برره. عجب هوای خوبی دارد این برره. میدهم قصری برایم اینجا بنا کنند که بتوانم تابستانها را و آخر هفته ها را در آن سر کنم. بسیار فکر زیرکانه است سردار. در ضمن اینجا گیاهی رشد می کند که نام آن نخود است سردار. نخود؟ بله، و کل مردم برره از این گیاه تغذیه می کنند سردار. جالب است. برویم گشتی بزنیم و این گیاه را پیدا کرده و اندکی بخوریم. در خدمتم سردار. قدمی هم زده ایم. دنبالم بیا. اطاعت. چه شد سردار؟ این چاله وسط برره چه میکنه؟ این کیست؟ آی پیرمرد گستاخ، به من میخندی؟ ای پیرمرد جسور، به اسکندر مقدونی میخندی؟ آره، کارت خیلی خنده در بید. این پیرمرد این چاله را از عمد جلوی راه من کنده است که مرا از کشورگشایی باز دارد. تو که اینجا زمین میخوری چطور میتونی کشورگشایی بکنی؟ اجازه بدهید سرش را از تنش جدا کنم سردار. لازم نیست. میدهم این برره را با آتش بکشند تا بدانی از این پس با اسکندر مقدونی چگونه برخورد کنی. بایا؟ راضی باشید سردار.
و بعدش هم اسکندر متحول شد و برگشت روم و اسمش را هم عوض کرد، گذاشت اسپارتاکوس، به زبان برره‌ای یعنی آدمی متحول شو، و بعدم برده ها را آزاد کرد و اینزام شد چال اسکندرون. هر کس پاش ورفت این تو و گوهن که سکندری و خورد، یعنی همون اسکندر. عجب این برره تاریخی داشته من نمیدونستم. بله، تازه بعدها متاسفانه تاریخ برره را تحریف کردن هندی‌ها و گویند که اسکندر در هندوستان متحول و شد، ولی دروغ و گویند، دروغ بر دعوا کردن. اگر اونجا اسکندر متحول و شد، بعد چرا چال اسکندرون اینجا بید؟ خب بله، این کاملا منطقی هستش. بله. حالا بریم خانه بزرگ که خان منتظر بید. بله. عجب خونه بزرگیه. بله، حالا کجاشو ودیدی؟ داخلش را نودیدی، کرک و پریزان بید. بفرمایید بریم. مهمان آوردن هی هی، کاشکی میمردن هی هی، مهمان آوردن هی هی، کیانوش آوردن وی وی. حالا شما هم زیادی شلوغش وکردین، هنوز که چیزی نوه شده. شاید هم نخودگیرش نوه کردن برگشت پایی. این حرفا چیه شما در وکنی شادونا خانم؟ شما که اونا رو خوب بشناسی، اونا هر کاری وکنن یه بوی ازش در بیاد. وا و گوهم نوه کشنش ها. تا حالا که دیده که براره مهمان تهرانی رو وکشه مگه تا بیخش پوزش آمده؟ ها، شیرفرها درست بگوه. منم فکر کنم یه هر کاری اینا بکنن یه بوی ازش در بیاد. خب در بیاد که در بیاد، به ما چه که خودمان قاطی وکنیم، اون که آخرش بر بگرده پایین. حالا اومد اون بر نبگشت. مگه وشه نبشه که؟ پس رسوم چی بشه؟ مگه نه اینکه رسبید که هر کی نشمنگ از وزنتش، هر کی دیگه نجاتش وده یه هفته بعد مهمون اون ومونه. رسم براره یا بودم ما کیانوش دهاتی چیزا رو چه میفهمم؟ خاک بچوک، راست فکر بینش فکر نوه کرده بودم. باید بفهمیم اون بالا چه خبر بید. و گوهم بوا کاری نداشته بید بریم بالا برره گوش بکنیم و بینیم اونجا چه خبر بید. ها باز از خودت مزخرف در نکردی دختر. و خواهی من خودم برم بالا، این براره بالا در بزنم بگم سردار خان اومدم واسم اینجا ببینم چه خبر بید. آخه لازم نکرده بید، من خودم بریم بالا برره پشت پنجرهشون نگاه بکنم و ببینم اون تو چه خبر بید. ها نه، فکر خوبی نبید. نه، این خطرناک. خب پس چه کار نکنی که بفهمیم؟ من همین الان از خودم یه فکری در بکرد. ها، چه فکری؟ و گوهم من برم بالا از پشت پنجره خانشان دید وزنم ببینیم چه خبر. شیرفرها درست بگوه. برو، فکر خوبی بید. وای که همون فکر من بیدی، فکر منو بدوزیدم. این فکری که من گفته با او که تو گفتی فرق میکنه. ها، چه فرقی بید؟ یا به نظر بنده فرقش زیاد بید. ای دوست همچین وزنه. ای خاک بچوک بشین دختر. بابا ببین به روی من خنجر میکشن. زشت بین دختر خلاف بکن. آخه وای این فکر منو بدوزیدم. خجالت وکش، این کارا کار دخترونه نبید. میفهمی؟ نمیفهم. نه نفهمیم. شما همیشه بین من و این شیرفرها تعویض ضربه کردی. حالت بکنم برا بچوک همین کارا رو وکنه که هیچ کس نوید خواسته ورکشیدم برم با این بالش بزنم تو سرش با برار بزرگش اینجوری حرف نزن. نه با قربونت برم، شما بر اونجا ببین چه خبر بید. این کار واجب بید، واجب تر یعنی بید تو کلش بزنی. چیز وگویم یه نگاهی هم وکن ببینی شاخشیم شد تو خونه چی ورپوشه. تازگی های پوز در وکنه که من برام از فرنگ لباس آورده بیدن، همش لباس فرنگی ورپوشن. یه نگاهی هم وکن لباسشو ورپوشن. چشمو دست در نرگونه. شما نفس من بیدی، شما نیناس بیدی، ای قند، ای ترابچه، ای فلفل، ای پیازچه.
پاچه خاری وکن دیگه. پاچه خاری دیگه چیه؟ پاچه خاری مایه پیشرفتی. هر کاری من وکنم تو هم وکن. قربان اون سیبیلت برم من. سیبیل که نبید، 1000 بیل بید. جان نثار، به حق که تو پاچه خار اعظمی یادم بنداز که پول بهت بدم. پول چه ارزشی داره قربان؟ همون سلامتی شما یک دنیا برای من ثروت بید. بله. خیلی خوب، بفرمایید بشینی. آقای قاسمی این چرا مثل شما لهجه نداره؟ این یک برره اصیل بید. بله، برو بده اون بیا. چی میکنن؟ اسمت چیه تهرانی؟ من کیانوش هستم. البته کیانوش کاملا یک اسم مردونه هست. همچین وگوی کیانوش اسم مردونه بید، انگار ما شهر نرفته بیدیم. پس تهران رفتین شما؟ تهران نه، ولی فساد زیاد رفته بیدیم. بله، الان دختر و پسرشون هم در فساد درس بخونن. اما ای کاش شما به ما یادآوری میکردی که میای ما در برره مراسمی داریم که از مهمانمون به نحو احسن پذیرایی میکنیم. نه دیگه راضی به زحمت نبودم. من تو هم بیابونا بودم که یه ماری نیش مختصری به من زد و برنامه هم به هم ریخت. نشیمن گتبی؟ پس شما میدونین. احتیاج به دونستن ما نیست. نوع نشستن شما معلوم بید که نشیمن گز بید. یادم نبود. جان نثار در میزنن. ببین کیه؟ کی بید؟ نظام بید قربان. نظام دو برره. برو در باز کن، بگو بیاد تو. وفرمای داخل. شکلات، نفس، آب نبات. نظام دو برره از اون خانواده های اصیل برره هستن. پدر بزرگش از خانهای بسیار بزرگ برره بوده. شما لطف در بکردین. راستی ما بشنیدیم توی تهران مردها 20 سیبیل بیدند، راست بی؟ خب البته در تهران بله سیبیلدار داریم، 20 سیبیل داریم، همه رقمه داریم. بله. و فرما سردار خان، هی من بگویم هی شما میگویی در بگویی. شاخ نبات خانم، اینقدر آدم به این مسائل گیر نمیده. ول کن، مهمان داریم. بله، ما به افتخار ورود این مهمان عزیز مراسمی درو کردیم که یک غیر مقدم هم درو کرده باشیم. درو کنید. بله. در ابتدا گروه حرکات موزون برره تقدیم بکنم. آبروی هرچی برره یه برده بیدم. چه طرز مراسم اجرا کردنه؟ برو کنار بس منم ببینم. تو اینجا چه کنی؟ مگه بوها نگفت نیا بیرون؟ اول به فکر خودم ورسید بیام اینجا. نوشه برو خونه. جیغ بزنم خب بیا تو هم ببین. دید وزن. چقدر بعد اجرا بکنم. و اینک قسمت دوم برنامه. بگوری برره، شاعر توانای برره از خودشون شعر درو کنن. رخصت درو کنید. رخصت. یکی را ور بزدن در نشیمن در بیابان، نشیمن ورگزی چون اژدهای چین و یابان، ولیکن طالعش خوشبید و خوشایی تلپید،
برره بی جایش سرورش سردار خارجان. آفرین بگور، آفرین. یادم باشه بگم 10 تومن بهت بدن، مهر بخری درست کنی بریزی تو خیکه. ای خیکم به فدایت. جانم برات شعر در وکر باید پولشو ودی. آره پولیه. من نیست حالا برام شعر نگفتن، فکر کردم که حالا همین جوریه. چی کار میخوای بکنی؟ برام پولشو بدم دیگه. وا تو مثل اینکه رسوم سرت نوشدا، بعد براش پول پرت بکنی. پرت کنم؟ بله براش پول پرت کنی وسط فرق سرش. معلوم بید فقط شما قدر هنرمند رو بعدونید. این ملیجک مخصوص ماست. از این مسخره تر تو این اطراف گیر نمیاری. چیزایی برات تعریف میکنه که روده ها در خنده میاد تو حلقومت. پس حالا اگه خانجان اجازه بدن من از خودم یه لطیفه براره‌ای در بکنم. به یه پایین براره وگوان بلدی از چراغ زنبوری از خودت در وکنی همچین وکنه ویز ویز خیلی باحال بود. عین اون پایین براره ازشون در نکرد. دیگه بگو. ادای ماهی نکن دلم درد گرفت. ادای سوسک. میگم این ملیجک چقدر مسخره بید. وگوان خوش به حالشون. کاش این ملیجک پایین برره بید، کلی خوشی در بکردی. بدیدی چجوری ادای سوسک در بخورد. اینقدر خنده در بکردم روده هم برپیچید به هم دیگه. نوچوفسکو. الهی قلبش لازگی بچه تو از بس که با نمک میدید. من تو رو نداشتم چیکار میکردم؟ نه یا من این سکه هستم. اشکام در مشود بگویم نهار بیارم. بگو دیگه دلمون داره قیش میکنه گرسنگی. نوچوفسکو که نداریم. نه خیر این نخواهیم سوز نخود وقت داریم. سوز نخود؟ بله. میگم ویا بریم. تو ور و من بعدم ویا. ور چلسته. تو اصلا ذوق نداشته بیدی؟ ورچو. ببین درست باید بیفته روی زبونه. آره. ببین یه کمی دقت کنی یاد میگیری. پسای براره‌ای کلا یه خورده تمرین بخواد. بله یه ذره داغ نمیشه سبت خنک شه. من بی اسمش که سوز نخود نبید که من ویق نخود بید. چی؟ ویق نخود یه غذای سرد، نخود سرد اونو بخوردن. یا با عسل یا با آب لیمو. یاد میگیره ویا بیرون. یه بگویی وگویم ویا بیرون. باشه. چیکار داری؟ چیکار بخوای بکنی الان؟ چی رو میخوام چیکار کنم؟ بابا این پسر اسمش چی بود؟ اسم دختر گذاشته بید روش. این چیز تهرونیه، کیانوش. خب هیچی ردش میکنم بره. همین
نرخ توقع داری تا برره پایین کولش کنم. آره متوجه نبیدید همین کارا رو کردیم پایین برره اینقدر پر و شدن دیگه. من چیکار کردم؟ همین دیگه. ببین که من اصلا وگوام چه معنی داره از تهران مهمون بیاد واسه برره بعد بره ورد این شیرفرات و سالاره. حواست پرت بیدار. از من میشنوی به این برره نباید اطمینان کرد. پوزشونو باید زمین وزد. بعد شما چیت کمتر بید از این خانه برره که این هرچی مهمون ورد در دلمون. من هیچی من اونا کمتر نبید، عمرن اونا خیلی هم سرتر بیدم. پس اگه از من وشنوی خب این کیانوش اینجا نگه ندار. مهمون قاپون کنی؟ چرا نبکنی؟ نظام جنگ وشد وشد راحت وشیم وقت نسل هرچی پایین بر از روی زمین برکنده وشد. نکنه و ترسیدی؟ من و ترسیدم. میخوایی کیانوشه رو با شمشیر وسط نصفش کنم؟ کیانوشه رو چی کار برداری؟ من اصلا یه فکر خوب در کردم. می داری گوشت بگم این عکس جد بزرگ من خان دماغ کوفته‌ای بید. مرد بزرگی بید. خیلی خدا رحمتش بید. ایشون هم خان بودن؟ نه گردنگیر بید. در تمام زندگی پربارش بیش از 400 تا کاروان رو چپاول کرده بید. الهی بمیرم براشون. هیچ کس از دستش در امان نبید. آخرش هم یه شطور بهش وزد و مرد. تقصیر با شطور بید، سرعت زیاد بید. بله. و اما این تابلوها به نظر من خیلی آشنا میان. یعنی از لحظه‌ای که من وارد شدم نگاه کردم خیلی به چشمم آشنا می اومد. این مال یکی از بزرگترین نقاش برره واسیلی کاندینسکی بید. چقدر شوخنی شو. یعنی چی؟ مگه من با شما شوخی داشته بیدم؟ خانم چی داره میگین؟ آدم با فرهنگ و هنر شوخی کرده بید. کاندینسکی یک هنرمند برره‌ای بید. سبک آبسترکوتون برره‌ای رو جهانی کرد. بله. یعنی اینا مال خود واسیل کاندینسکیه؟ بله. تازه اسم اصلیش هم واسیلیون کاندینسکی دو برره بید. بعدن اسمش عوض کرده بید. بله. آخه اون که اهل روسیه بود. بله. از اینجا کوچ کرد بعد ورد روسیه. یعنی اینا اصلا بله ما از اینا زیاد داشته بیدیم. اینا خیلی ارزشمندن. خیلی ارزشمندن. عزیزم اینا خیلی ارزشمندن. میدونم اینا کار کاندینسکینه. بله. من یه سوالی برام پیش اومده. کاندینسکی اینجا تو برره زندگی می‌کرده؟ گورش تو همین یکی از همین قبرستونای ما بید. خدا بیامرزتش. اتفاقا اونم یکی از همین نشیمنگسا زده بید و مرده. حالا نزار جان اشکالی نداره. من میگم میخواستم به شما یه پیشنهاد بدم. پیشنهاد؟ بفرمایید. من میگم که چرا پیش ما نمیمونی؟ بله. بمون دیگه. منظور خان اینه که شما چرا در شهر شما نه که این توی دخمای پایین برره بمونید. آره تهرانی. ببین اصلا تمام بالا برره‌ای ها مهمان نوازن. دوست دارن تو پیششون بمونی. نه ببخشی؟ بدون اجازه کی مهمون دعوت بکنی؟ من خدمت شما وگوام. بعداً توضیح بدم. نه خیر همین الان باید توضیح بدی. بابا شما تشریف بیار توضیح بدم. تشریف بیار. شما از این تابلو کاندینسکی خوشت اومد؟ آره تو هم. چی؟ میگم که یعنی کیه که بدش بیاد به هر حال. اتفاقا من از این تابلو زیاده و داشته بیدم خونه. دوست داشته بیدی مهمون ما بیدی به یکی از اینا بده. میخوام بابا هدیه بدی تابلو کاندینسکی. خیلی از شما ممنونم. خیلی خوب. پس شما پیش ما میمونی. نه دیگه راضی بزن. مثل که خانم راضی نبودن. من غلط کردم. شما خونه خان بمونید. اتاق پسرش هم بخوابید که شهره. آخه من به شیرفرهاد قول دادم. ببین عزیز من کدوم پایین برره آخه به قولش وفادار بوده. حالا تو یکی میخوای باشه ول کن بابا بمون دیگه. بریم میخوام اتاقت هم نشونت بدم. بفرمایید. خان حرف نبزه. شما الان نشیمنگز گشته بیدید حالیت نبید چی بله بفرمایید. بریم اتاقتون نشونت بدم. بریم. فرقام خان واسه چی میخواد اینا نگه بداره؟ مهمون قاپونه. ولی باور بفرمایید من میترسم این سالارخان ناراحت بشه. قضاوتشن. اینقدر آدم‌های بدی بیدن به خصوص شادونه این اسبید. اصلا پرستیژ نداشته بیدن. آره.
خب اینم دیگه اتاق تو دیگه. خیلی ممنونم، خیلی لطف دارین ها، ولی این بچه‌های پایین تهیه تدارک دیدن ناراحت میشن. باز میگه اونا. ببین این شیرفرهاد انقدر خنگ بید اصلا یادش نبید تو کی هستی. سرناز خانومم کیف خدا واسه کسی نبیاره. اگه اخلاقش خوب بیه تو خونه نمیبون بقبطور شه. اصلا خانوادی خل چل بیده. شما نگران نباش، من باهاشون صحبت بکنم. پس من مطمئن باشم که ناراحت نمیشن. آره بوا من سوالش آقا کیانوش من بگویم که اگه شما اینجا تشریف داشته و بیدید انگار پسرم از شهر آمده بید اینجا. آره فقط یه مسئله، من برم چمدونم بیارم این وسایلم. اصلا حرفشم نزن، این جانسا رو میبینی میفرستم بره همه اساساتو ورداره بیاره اینجا. تو استراحت بکن. آره عجب گیری افتادیم ما. وی تکون نبخوردی که دارم وکیشمه؟ تکون نبخوردم. چرا تکون بخوردی؟ نبخوردم. و گویم تکون بخوردی دیگه اعتراف کن. خیلی خوب بابا یه ریزه من تکون بخوردم. خب بابا خسته شدم از صبح تا حالا همینجور سیخ نشستم جونم در برفت. ها چی شد باد؟ مگه خودت همیشه نمیخواستی که من هنرمند بشم؟ اینجور که تکون بخوری که من هنرمند نبشم. همش کج کوله شده بی. خیلی خوب میگم وخوای سرناز جای من بدیم. ها سرناز پاشو وایسا وکیشمت پاشو. من حوصله نداشته بیدم دارم خنجر رو تیز بکنم. دختر تا هم به جای خنجر بازی بیا نقاشی یاد بگی. نه بابا من از این قرتی بازی ها خوشم نمیاد. همین کارا رو بکنی که ومونی رو دستمون وطرشتی. موات راست بگو. ای بابا باز به من گیر بدادین دیگه. اصلا موها چند وقتی بابا واسه چر در نبکنه ها نه. آخه راست بگوی دختر، تو چرا تازگی ها واسه من شعر در نبکنی؟ ای بابا من همین دیروز برای تو روایی در کردم. دیروزه چه به امروز؟ خب امروز از صبح تا همجور مثل سیخ نشستم بیدم دیگه چجوری حالا بعدا روایی در بکنم. سرگون بزنی؟ خیلی خوب زاری بکن. سرگون بزنی. خیلی خوب زاری بکن. قول میدم امروز برات یک سره روایی در بکنم. راست بگویی؟ دست شما در ها چه شد از شیر فرهاد؟ ورماسیدی ها؟ چی شده موها بگو؟ جان نثار آمد چمدان کیانوش رو وگرفت و ورفت. یعنی چه؟ مهمون قاپونه. مهمون قاپونه؟ فرهاد همین الان میری بزرگای پایین براره جمع میکنی هموم تا من بیا. چشم بوا. این که یعنی مهمان قاپون. بله خاک بر سر رو قاپوندم. مهمان قاپوندن هی ما رو سوزوندن هی کافیه دیگه. میگم حالا چه بکنیم بوا؟ جنگ بکنیم. نه هنوز واسه جنگ زود دیم. واسه اینکه شما رسوم براره فراموش کرده بیدیم. با چه بکنیم؟ جواب مهمون قاپون باید چیه؟ مهمون پس قاپونم بوا. بله شفرهاد. بله بوا. نینجونها رو خبر بکن. نینجونها رو خبر بکن. بگو امشب مهمون پس قاپونه. نینجونا